خبر کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. مولوی ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به گزارش اخیری اونما میگوید نشر گزارش های منفی در شرایط مثبت امروزی به معنای کینه و عقده است که باید متوقف شود. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل میگوید بر هموطنان اهل تشیع هیچ گونه محدودیت های مذهبی وضع نشده است. آنان می توانند بدون نگرانی و در فضای امن مراسم مذهبی خود را برگزار کنند. وزارت دفاع ملی میگوید 327 وصایت نظامی در قماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از سوی انجینران و تکنیکگران مسلکی مکتب تامینات ورکشاپ های این قماندانی ترمیم و آماده استفاده شده اند. محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه که با روحیه اسلامی و ملی آموزش دیده اند امروز در نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمه الله در کابل اشتراک نمودند. پس از حاکمیت امارت اسلامی اولین پرواز مستقیم از ولایت بلخ به ترکیه صورت گرفت. مسئولین محلی ولایت بلخ میگویند در این پرواز 139 مسافر از مزار شریف به استانبول انتقال داده شد. شاروالی کابل میگوید در ساحه شمالزوی ناحیه 14 کار ساخت سرک فرعی آغاز شده است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید افغانستان در ماه گذشته بیش از 100 میلیون دلار کالاهای تجارتی به خارج از کشور را صادر کرده است.